فرزندانمان از همه زیادتر ما رو زیادتر دوست می‌دارد. خداوندی که بخشنده است، خداوندی که مهربان است. پس باید درست فهمش بدهیم، باید خداوند رو درست نشان بدهیم، درست به فرزندانمان بگوییم. پیش از همه دین و خدا رو باید به فرزندانمون بشناسیم. چنانکه خداوند جل و علا نصیحت‌های حضرت لقمان رو که به فرزندش میکرد آورد که میگه یا بنی لا تشرک بالله، ای فرزندم به پروردگارت شریک نیار. اگر فرزند بداند که یک مورچه رو آزار دادن، خانه‌اش رو ویران کردن گناهی بزرگ است، دانسته خانه یک مورچه رو ویران کردن گناهی بزرگ است، اگر بداند که فحش گفتن یک مسلمان رو دلش رو شکستن چقدر گناهی بزرگ است، اگر فرزند بداند هیچ وقت در دستش کارد نمیگیرد و مسلمان رو نمیزند و جرأت نمیکند مسلمان رو کافر و منافق نمیگوید.